باری دیگر سلام عرض میکنم بر یکایک شمایان. من عین زمان ما در خود کودکستان یتیم خانه قرار داریم که عین زمان آمادگی دیده ایستادیم همراه کلی کارمندان تشکیلات جمعیتی ارمان انتخاب خانه مدیر خان نیز آماده هستند که یعنی خانه ایدانه آراسته باشند. همین طور نزد نوری بله درست قید کردید مهرولا جان. عین زمان که ما خبر گرفتیم با خبر شدیم از حالیان کودکانی که اینجا زندگی میکنن، از حالیان دخترکانی که اینجا زندگی میکنن، با آنها کمی سوال جواب کردیم. با گفته آنها همه شرایط ها خیلی خوب است. همه شرایط ها خیلی خوب است. خدا کند که شرایط ها خوب باشد و یگان کمبودی نباشد. با آنها حتما که مهر هدیه کردن نکار، محبت هدیه کردن نکار، دوستداری هدیه کردن نکار و همین دوستداری و محبت است که انسان ها را با هم پیوند میکند. همیشه پیوندگر یکدیگر بودن را به هر یکی ما و شما خداوند نصیب گرداند. انسان بودن بهترین چیز است، آدم بودن بهترین چیز است. اصلا عالم شدن، پولدار شدن، حاکم شدن خیلی آسان است، ولی انسان شدن، آدم شدن خیلی مشکل است. برای همین بهترین انسان ها، بهترین شخصیت ها، بهترین جوانمردها اینجا جمع شدن به خاطر که یک روز هم باشد، چند ساعت هم باشد، دلی همین کودکان که از پدر یا اینکه مادر یا اینکه خویشاوندان محروم ماندن شاد گردانده باشد. به همین خاطر ما اینجا جمع آمدیم به خاطر شاد کردن یک روزه همین کودکان این کودکستان، این یتیمخانه شهر شوراب.